خب بچه ها توی اسلاید قبلی من در مورد هم آد کردن براتون صحبت کردم. توی این اسلاید میخوام در مورد هم نهشتی ها و به پیمانه ها باهاتون صحبت کنم و رابطش با آد کردن. ببینید بچه ها، اگر ما یه همچین رابطه داشتیم اینطوری 3 تا خط، B این بالاش هم یه دونه M، درسته؟ بچه ها میام میگم هم نهشته با B به پیمانه چی؟ به پیمانه M. درست شد؟ من اینو میخوام اگه رابطش با آد کردن رو بخوام، میگم M آد میکنه AMN های B رو. قبوله؟ این تا اینجای داستان. بچه ها دقت کنید، بی ما باید حتما عضو اعداد چی باشن؟ صحیح باشن. من باید حتما عضو اعداد چی باشه؟ طبیعی باشه. حالا مثلا بهت طراح میگه 36 به پیمانه 14 هم نهشت هستش با چند؟ با -6. میگه آقا این رابطه درسته یا غلطه؟ میزنی تو آد کردن، میگی 14 آد میکنه 36 منهای 6، یعنی مثبت 6 رو، که میشه چند؟ مقدارش میشه 42. بچه 42 بخش پذیره به 14. بله، پس این رابطه درسته. بعدی بچه ها میگه 19 هم نهشته با -3 به پیمانه چند؟ به پیمانه 7. درست؟ بچه ها 7 آد میکنه 19 منهای 3 22 رو. بچه ها درسته؟ غلطه دیگه، 22 بخش پذیر نیست بر 7. بچه ها مورد بعدی -14 هم نهشته با 4 به پیمانه 6. خب میام دوباره میگم 6 آد میکنه -18 رو. بچه ها -18 بخش پذیر هستش به 6؟ بله درسته. خب این تا اینجای ماجرا. حالا اگر ما بخوایم خواص اولیه هم نهشتی ها رو بررسی بکنیم، میام میگم اگر من داشتم هم نهشت با B به پیمانه M، من میتونم هر عدد صحیح، دقت کن دارم میگم هر عدد صحیح مثل C رو به دو طرف هم نهشتیم چیکار کنم بچه ها؟ اضافه یا کم کنم. هر عدد صحیح غیر صحیح را نمی شود. بچه ها میتونم هر عدد صحیح مثل C رو در دو طرف هم نهشتیم چیکار کنم؟ ضرب بکنم. بچه ها یک کار دیگه هم میتونم بکنم، میتونم هر عدد، مثلا من اینجا بنویسم طبیعی، اینجا هم سیه چی بود؟ سیه عدد صحیح بود. اینجا سیه چی بود؟ سیه عدد صحیح بود. بچه هر عدد طبیعی مثل n رو من میتونم به دو طرف هم نهشتی چیکار کنم؟ یعنی دو طرف هم نهشتی رو باهاش به توان برسونم. خب آقای الی برعکسش میشه؟ نه. یعنی چی؟ نمیفهمم چی میگی. ببین اگر من داشتم 3 هم نهشت با 7 به پیمانه 4، من میتونم 3 رو به توان 2 برسونم 9، بگم اینجا پیمانش 4، 7 هم به توان 2، 49. اینو میشه این کارو کرد، ولی برعکسش نمیشه. یعنی اگر من اینو داشته باشم نمیتونم از دو طرف رادیکال بگیرم بگم 3 هم نهشته با 7 به پیمانه 4. این فوشه، یا همچین کاری نمیشه کرد. خب حالا ما 4 عمل اصلی رو هنوز نگفتیم، 3 تا رو گفتیم، یکی از اصلی ترین ها مونده. بچه‌ها تقسیم. الان مثلا من دارم آسی به پیمانه M هم نهشته با BC. ببینید من اگر بخوام طرفین رو اینجا تقسیم بر C بکنم شرط داره. شرطش اینه ب میم C و M
باید بررسی بشود و پیمانه تقسیم بر نتیجه ب م بشه. یعنی من میام میگم آقا اینجا حالا من طرفین رو تقسیم بر c میتوانم بکنم، ولی این m هم باید چی بشه؟ تقسیم بر d بشود. یعنی چی؟ مثال ببینید مثلا 44 همنهشت با 8 به پیمانه 6. بچه تو جفت اینا 4 مشترکه دیگه. من بخوام طرف این رو تقسیم بر 4 کنم، اول به میم 6 و 4 رو بررسی میکنم. به میم 6 و 4 چنده بچه ها؟ 2. خب حالا میگم آقا اوکیه، طرف این رو تقسیم بر 4 میکنم، یعنی 11. این ورم چند؟ 2. پیمانه هر رو چیکار میکنم؟ 6 تقسیم بر 2 3. یا مورد بعدی بچه ها 35 به عنوان فصل الخطاب بحثمون به پیمانه 3 همنشته با 20. بچه ها عدد مشترکه توشون چنده؟ 5. پس من میام به میم 5 و 3 ریاضی هفتم، دوتا عدد اولن، نتیجه 1 بررسی میکنم. بچه ها طرفین رو تقسیم بر 5 حالا میتونم بکنم، ولی اینجا هم 3 رو تقسیم بر 1 میکنم که میشه خودمون 3. به همین سادگی. امیدوارم مطلب براتون جا افتاده باشه. موفق باشید.